خب تا حالا شده یه ایده فوق‌العاده به ذهنتون برسه ولی ترس جلوتون رو بگیره؟ امروز میخوایم با هم سفری داشته باشیم به دنیای کتاب جادوی بزرگ از الیزابت گیلبرت و ببینیم که چطور میتونیم با شجاعت یه زندگی خیلی خلاقانه‌تر و هیجان انگیزتر رو برای خودمون بسازیم. این کتاب میدونین درست از همون اول با یه سوال خیلی عمیق و شخصی شروع میشه. یه سوالی که انگار مستقیم تو چشمای شما نگاه میکنه و میپرسه آیا شهامت اینو داری که گنجینه‌های پنهان درونت رو بیاری بیرون؟ حالا این گنجینه‌ها چیان؟ دقیقاً همون ایده‌ها، همون استعدادها و همون کنجکاوی‌های کوچیک و بزرگی که یه جایی تو وجودتون قایم شدن و فقط منتظرن شما بهشون بگین بله. خب، اول از همه بیاید یه ذره مکس کنیم و ببینیم اصلا منظور از زندگی خلاقانه چیه. شاید اولین چیزی که به ذهنتون میاد نقاشا، نویسنده‌ها یا موزیسین‌ها باشن. اما نکته اصلی کتاب دقیقاً همینه که گیلبرت میگه نه، این موضوع خیلی فراتر از این حرفاست و به زندگی تک تک ما مربوط میشه. و تعریفش راستش خیلی ساده و در عین حال عمیقه. زندگی خلاقانه یعنی زندگی که فرمونش دست کنجکاویه، نه ترس. یعنی مهم نیست چی کارید، مهم اینه که تو انتخاب‌های روزمره‌تون از کوچیک تا بزرگ صدای کنجکاویتون بلندتر از صدای ترستون باشه. این یه انتخابه، یه طرز فکره. برای اینکه این موضوع قشنگ جا بیفته، گیلبرت یه داستان واقعی تعریف میکنه. داستان زنی به اسم سوزان. سوزان تو نوجوانیش اسکیت روی یخ رو ول کرده بود چون فکر میکرد هیچ وقت به اندازه بقیه خوب نمیشه. ولی تو 40 سالگی دوباره برگشت سراغش. اما این بار نه برای مدال و مسابقه، نه برای اینکه چیزی رو به کسی ثابت کنه. فقط و فقط برای لذت خودش، برای اون حس رهایی روی یخ. این دقیقاً خود زندگی خلاقانه است. یعنی یه کاری رو انجام بدی صرفاً به خاطر عشقی که بهش داری. و نتیجهش چیه؟ گیلبرت میگه زندگی خلاقانه یک زندگی تقویت شده است. یه زندگی بزرگتر، شادتر، گسترده‌تر و خیلی خیلی جالبتر. واقعا جمله قدرتمندیه نه؟ وقتی شما کنجکاوی رو به جای ترس انتخاب میکنید، فقط یه سرگرمی جدید پیدا نکردید. شما دارید به معنای واقعی کلمه زندگیتون رو امپلیفای میکنید، تقویتش میکنید. زندگیتون رنگ و بوی دیگه‌ای میگیره، بزرگتر و هیجان انگیزتر میشه. خب سوال اینجاست، اگه این راه انقدر خوب و جذابه، پس چرا همه ما اینطوری زندگی نمی کنیم؟ جواب فقط یک کلمه است، ترس. بله، همون مانع بزرگ و همیشگی که متخصص از بین بردن رویاهای ماست، حتی قبل از اینکه فرصت شروع شدن داشته باشن. و میدونی جالب ترین قسمت چیه؟ اینه که این ترس ها چقدر شبیه به هم هستن. مثلا ترس از اینکه نکنه استعدادشو نداشته باشم، یا اگه مسخرم کنن چی؟ ترس از اینکه ای بابا یکی دیگه حتما این کارو بهتر از من انجام داده، یا حتی ترس‌های به ظاهر متضاد، دیگه برای شروع خیلی پیرم، در مقابل نه، من هنوز برای این کار خیلی جوونم. همه اینها صداهای آشنایی هستن نه؟ نکته مهم اینه که بدونید شما تنها کسی نیستید که اینها رو میشنوید. گیلبرت یه تشبیه خیلی تکون دهنده داره. میگه ترس یه قبرستون متروکه که رویاهای ما میرن اونجا تا زیر آفتاب داغ خشک بشن و بپوسن. واقعا تصویر قویه، درسته؟ فکرشو بکنین. ترس دقیقاً همین کار رو با ایده های ما میکنه. اگه بهش اجازه بدیم، اونها رو قبل از اینکه شکوفا بشن خشک میکنه و از بین میبره. اما اینجا دقیقاً جاییه که ماجرای پیچش جالب پیدا میکنه. گیلبرت یه راهکار، یه جور تغییر زاویه دید پیشنهاد میده که میتونه کل بازی رو به نفع ما عوض کنه. یه راه جدید برای نگاه کردن به این ترس. اولین قدم اینه که این حقیقت رو با تمام وجودتون بپذیرید. خلاقیت شما کاملاً اصیله، مثل اثر انگشت شماست، منحصر به فرده. چرا؟ چون دیدگاه شما، نگاه شما به دنیا تکرار نشدنیه. هیچ کس دیگه‌ای ترکیب تجربیات، خاطرات، شادی‌ها و غم‌های شما رو نداره. اما ترس شما چطور؟ خب، ترس شما اصلاً اصیل نیست. کاملاً برعکسه. یه کالای تولید انبوهه. همون ترسی که شما دارید میلیون‌ها نفر دیگه هم دقیقاً همون رو دارن. کاملاً معمولی و حتی میشه گفت خسته کننده. حالا سوال اینه، چرا باید به معمولی ترین و پیشوا افتاده ترین بخش وجودمون اجازه بدیم که اصیل ترین و بی‌نظیر ترین بخش وجودمون رو ساکت کنه؟
گیلبرت میگه ترس من یه آهنگ بود که فقط یه نوت داشت و اون نوت کلمه وایستا بود. ترس هیچ خلاقیتی نداره، هیچ ظرافتی نداره. فقط بلده یه کلمه رو فریاد بزنه. نرو، نکن، وایستا. همیشه ما رو به یه مقصد میرسونه، ناجم‌آباد، و این واقعاً خسته کننده است. پس ببینید، هدف این نیست که ما نترسیم. بی‌باکی یا نترسیدن تقریباً غیر ممکنه و حتی شاید احمقانه باشه. هدف اینه که شجاع باشیم. و شجاعت یعنی چی؟ یعنی کاری را انجام بدی در حالی که داری میترسی. شجاعت یه انتخابه، یه عمله، یه احساس نیست. خیلی خوب. پس اگه قرار نیست با ترس بجنگیم و از بین ببریمش، باید چیکار کنیم؟ چطور میشه باهاش زندگی کرد و در عین حال به کارهای خلاقانمون هم برسیم؟ اینجا گیلبرت یه استعاره بی‌نظیر رو به ما معرفی میکنه. تصور کنید که خلاقیت و ترس مثل دو قلوهای به هم چسبیدن. اونا همیشه با هم هستن. هر وقت خلاقیت شما خودی نشون میده، ترس هم بلافاصله کنارش ظاهر میشه. پس اگه سعی کنید ترس رو بکشید، ناخواسته به خلاقیتتون هم آسیب میزنید. راه حل جنگیدن نیست، راه حل مدیریته. و اینجاست که اون استعاره معروف سفر جاده‌ای مطرح میشه. تصور کنید شما پشت فرمون زندگی خلاقانه‌تون نشستید. خلاقیت هم کنارتون روی صندلی شاگرده. شما ترس رو هم به این سفر دعوت میکنید، اما یه سری قوانین سفت و سخت براش میذارید. اول اینکه بهش خوش آمد میگید و وجودش رو به رسمیت میشناسید. دوم، بهش میگید که توی این ماشین فقط شما و خلاقیت تصمیم گیرنده هستید. سوم، بهش میگید که میتونه روی صندلی عقب بشینه، میتونه حرف بزنه و نظرش رو بگه، اما حق رأی نداره. و مهمتر از همه چهارم، ترس تحت هیچ شرایط، تأکید میکنم، تحت هیچ شرایطی حق نداره به فرمون، به نقشه یا حتی به رادیوی ماشین دست بزنه. راننده شما هستید. خب، حالا که ترس رو نشوندیم سر جای خودش روی صندلی عقب و فرمون محکم دست خودمونه، چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که به بخش جادویی کتاب میرسیم. لحظه‌ای که در رو به روی ایده ها باز میکنیم. پس وقتی یاد میگیرید که به جای ترس به خلاقیت اجازه رانندگی بدید، چی میشه؟ گیلبرت اسم این حالت رو میذاره افسون. اون حالت جادوییه که شما آماده دریافت الهام میشید. نظریه گیلبرت در مورد ایده ها خیلی شاعرانه و جالبه. اون میگه ایده ها مثل یه جور موجودات زنده، بی جسم و پر انرژی هستن که در جهان شناورن. و کارشون چیه؟ دنبال یه شریک انسانی میگردن. یه نفر که مشتاق و آماده باشه تا بهشون کمک کنه تو این دنیای ما به واقعیت تبدیل بشن. و وقتی یکی از این ایده ها به سراغ شما میاد، فقط 2 تا راه پیش رو دارید. یا میتونید بگید نه، الان وقتشو ندارم یا آمادگیشو ندارم. در این صورت ایده خیلی محترمانه شما رو ترک میکنه و میره دنبال یه شریک دیگه. یا میتونید بگید بله، من آمادم، بیا با همین کارو انجام بدیم. و این لحظه شروع یه قرارداد، یه همکاری شگفت‌انگیز بین شما و الهامه. این جمله به نظرم خلاصه کل کتابه. شما نه برده الهام هستید و نه ارباب اون، بلکه چیزی خیلی جالبتر هستید، شریکش. این نگاه کل تصور ما از خلاقیت رو عوض میکنه. دیگه خبری از هنرمند زجر کشیده نیست. خلاقیت یه مبارزه طاقت فرسان نیست، بلکه یه همکاریه، یه رقص 2 نفر است بین شما و ایده‌ای که شما رو انتخاب کرده. و در نهایت همه چیز به این سوال برمیگرده، سوالی که حالا از شما میپرسم. به احتمال زیاد همین الان یه ایده‌ای داره دور و بر شما میچرخه، منتظر یه چراغ سبزه، منتظر یه دعوت. آیا حاضرید بهش بله بگید؟